روز یکشنبه 4 دکامبر در طربخانه نو مگنولیا شهر دوشنبه مراسم اوش نور ازدواج دختر خردی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با پسر دادستان کل یوسف رحمان برگزار شده است. در این باره رادیوی آزادی خبر داد بنا به اطلاع نشریه قرار است جشن عروسی فرزانه رحمان و سفرخان یوسف رحمان آخر هفته روان برپا شود. سفرخان رحمان پسر دادستان کل تاجیکستان در ریاست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان کار میکند. جای کار فرزانه رحمان معلوم نیست. چند منبع رادیوی آزادی تصدیق کردند که نخستین مراسم این عروسی برگزار شده است. روز 4 دکامبر به مناسبت ازدواج این دو جفت در طربخانه در محله قزاقان شهر دوشنبه آش نهار داده شد که در آن منصبداران بلندپایه و نزدیکان دو طرف اشتراک کردند. به گفته همصحبتان دیگر آزادی این منطقه به مناسبت آمدن رئیس جمهور بازسازی پاککاری و رنگ‌وبار شده است. طربخانه مگنولیا که مراسم آش نهار آنجا برگزار شده است به گفته منبع‌ها به یک منصبدار دیگر بلندپایه تاجیکستان تعلق دارد. آزادی می نویسد معلوم نیست با آن معاش نه چندان بزرگ و ممنوع بودن صاحبکاری برای منصبداران دولتی این شخص چگونه توانسته است چنین یک انشاءات کلان بنیاد نماید. فرزانه رحمان دختر خردی امامعلی رحمان است. امامعلی رحمان و همسرش عزیزما رحمانووا 9 فرزند 2 پسر و 7 دختر دارند. زرینه رحمان دختری از فرزانه بزرگتر امامعلی رحمان چند سال پیش با پسر بیگ سبو رئیس خدمات علاقه تاجیکستان ازدواج کرده بود. خدایی با پرزیدنت امامعلی رحمان موقع منصبداران را در حکومت قوی‌تر و دست آنها را بر راه اندازی تجارت‌های بزرگ باز می‌کند. بیگ سبو یکی از خداهای امامعلی رحمان اینک 20 سال باز رهبر سوای علاقه تاجیکستان را در دست داشته. همچنین شرکت مخابراتی و اینترنتی موبیل و شرکت ساختمان کامل 2010 را میچرخاند. شیرعلی گل خدای دیگر امامعلی رحمان چندین سال وزیر انرژتیک و صنعت بود. همین طور دامادهای پرزیدنت نیز به منصب‌های بلند و تجارت‌های بزرگ به آسانی دست می‌یابند. محمد ظاهر صاحبوف و برادرزاده شمس‌الله صاحبوف که هر دو با دختران پرزیدنت ازدواج کردند صاحب تجارت بزرگ بوده. داماد دیگر پرزیدنت اشرف گلوف سفیر تاجیکستان در ترکیه است. جمال‌الدین نورالیف شوهر آزاده رحمان تا چند ماه پیش معاون اول رئیس بانک ملی بود و منبع‌های گوناگون شرکت IRS مسئول نگهبانی و پولچینی در راه دوشنبه خوجند چنوق یگانه راه پولکی تاجیکستان را به او نسبت می‌دهند. خبری با پرزیدنت قضا شدن دادستانی کل چندین ماه باز ورد زبان‌ها بود. منابع بامداد گفته بودند که قرار بود جشن عروسی آنها ماه آگوست سال جاری برپا شود ولی به دلیل درگذشت خواهر پرزیدنت به تغییر افتاد. یوسف رحمان که سال 2015 به مقام دادستان کل تاجیکستان رسید و سال 2020 برای باز 5 سال دیگر به این مقام تعیین شد. یکی از اعضای پرنفوذ حکومت کنونی تاجیکستان به شمار می رود. رشته قضایی با پرزیدنت به باوری بسیاری ها موقع بین مستحکم یوسف رحمان را در حکومت باز هم مستحکم تر خواهد کرد.